برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. السلام علیکم تماشابینان گرامی، امیدوارم یکایک شما تن صحت و امین از سرایت کرونا ویروس هستید. چنان که در آخر برنامه دیروز وعده کرده بودم، امروز درباره انتقال محبوسین از خوجند به دوشنبه در ماه ایول سال 2019 و قصه بافته‌ای از نان زهرآلود شده مردن قسمی از این محبوسین صحبت خواهیم کرد. در صحبت امروزه ما یکی از این محبوسین که از زندان آزاد شده است شرکت خواهد کرد. هفتم ایول سال گذشته 14 محبوس زندان‌های ولایت سوخت یعنی انتقال به محبس‌های جنوب کشور جان باختند. مقامات اعلان کردند این حادثه یعنی انتقال 128 نفر محکوم شده، 120 مرد و 8 زن رخ داده است و سبب آن را زهرآلود شوی از نان گفتند که یکی از محبوسان با خود گرفته است. کارشناسان و کاربران شبکه‌های اجتماعی به این دعوای مقامات دولتی باور نکرده گفتند که محبوسان قصداً هدف کشتار قرار یافتند. پیام هم آن زمان با آوردن دلیل‌های زیاد ثابت کرده بود که مقامات دروغ میگویند. نوابسته از زیر بار شدید تنقید و مسخره قرار دادن این دعوای سر ریاست اجرای جزای جنایتی وزارت عدلیه تاجیکستان، دادستانی کل، دادگاه و وزارت کارهای داخله آن را تصدیق کردند. یوسف رحمان، دادستان کل تاجیکستان ضمن نشست خبریش در 16 ایول یعنی یک هفته پس از مرگ 14 نفر گفت که زهرآلود شوی محبوسان از نان ضمن انتقال از خوجند به دوشنبه امکان زیاد دارد و حالا گروه مخصوص دادستانی قضیه را تحقیق می کند. یوسف رحمان گفت این که آنها زهرآلود شده اند دیگر انیق است، ولی از نان زهرآلود شده اند یا نه چیزی دیگر است و تحقیقات نشان می دهد. دادستانی کل همچنین لطوکوب شدن محبوسان ضمن انتقال را رد کرد. قبل از نشست خبری او در رسانه ها عکس 2 نفر از این محبوسان نشر شده بود که در بدنشان اثر لطوکوب دیده می شد. همچنین نزدیکان آنها گفته بودند اثر لطوکوب و شکستگی و خونریزی را مشاهده کرده اند. اما یوسف رحمان، دادستانی کل تاجیکستان با صراحت لطوکوب شوی محبوسان را رد کرد. او گفت با مسئولیت میگویم که یگان محبوس از لطوکوب جان نداده است. نشان لطوکوب یا زوراوری در آنها دیده نشده است. یوسف رحمان همچنین اظهار داشت انتقال محبوسان از خوجند به دوشنبه طبق نقشه صورت گرفته بود و 14 نفر کشته شده در آشوب وحدت دست نداشتند. زهرآلود شوی از نان به خصوص مرگ از آن حادثه بسیار کم نظیر و شاید بی نظیر در جهان باشد که ما نظیرش را پیدا نکردیم. البته چند حادثه زهرآلود شوی به قید گرفته شده است که پیدا شدن آن گونه شرایط در عصر 21 تقریبا غیر امکان است. کارشناسان هم که پیام با آنها در این باره صحبت کرد این کار را تقریبا غیر امکان نامیدند. بالاخره رادیوی پیام یکی از این محبوسان را که همان روزی فاجعه بار 7 ایول سال 2019 همراه با 127 نفر دیگر از خوجند به دوشنبه انتقال یافته بودند پیدا کرد. آنچه او قصه کرد قلب انسان را ریش می سازد، ولی باید شنیده شود. ما از این هموطن که دیروز با ما صحبت کرده بود خواهش کردیم مهمان برنامه امروزه ما شود. برادر گرامی سلام، خوش آمدید به برنامه دیدگاه. سلام علیکم. شما به خاطر چی با کدام جرم زندانی شده بودید؟ لطفاً قصه میکردید. سال 2016 ماه اکتبر مرا محکم کردن 23 فوریه بعد سود کردن. ایبنامه‌ام هست، ایبنامه‌ام هورم در دست من جواب تیار کردگی من کی خوندگی اوخی من هیچ جا نخوندم. من در روسیه بودم، من در مسکو بودم، من با تو صورتون هست یکم من قپیدن
اومدن گفتن که برای تو یک چیز بیانات گرفتن و در کل گفتن بردن عدل بردن. بعد گفتن که کاغذ امضا کن. کاغذ خونم گمگن اجازه ندادن خوندن بالا. و گفتم من هیچی امضا نمیکنم. و گرفتن و من چیز مدرسه گرگرانی کردگی گفتن مدرسه که تیر از بار کردگی گفتن 6 سوتکه چیز نویستن. 6 سوتکه محکم کردم تکاو کردم. 6 سوتکه محکم کردم خونگیم اومدن نموندن خونگیم اومدن. باش 6 سوتکه اوجه قانونی کردم منو محکم کردم. وقتی که اوتم اینا ادوکت گرفتن اومدن آدم مدام گفتن که بچه تو بعد 6 روز حضور میکنید. نه که من در همه 6 روز فقط سوید موندم زدن نوخونوم اگر خواهیم حضرم صورتاش پیاش هست صورت میگرم میپرتم اگر یکون جا در کار باشد. نوخونوم انگور کتی کندن. میگفتید که در کدام حالت شما جنایتی صادر نکرده اتان را به گردن گرفتید؟ شکنجه کردن اول کجو زدن شتکتی زدن دوبینکتی زدن دیدن که نمیشه. بعد یک حوض دورن همون عدلی بچکار اسکتا آب دورد حوضش خونو کلو بود. هم درنی حوض پرت افتن و یک تاش ایخی افتامت میبردارد همون درنی آب دایکو سکت میزند دو میگوی ترسته ها میگوی میبرارن او میگو بکلا نمیگیری او من نخرگی کارش چه بکلا گیرم گو بکلا گیر دیدن نشد با سال دا بستن با نوخنو مکاندن انبرکتی نوخنوی پوچکمان و نوی مردینگیم دا سوید موندن زدن سوید کتی زدن گنده بسیار سوید کتی زدن ایش خیلی آخر بسیار نشد زنم آوردم و گفتم که محلش گفتم من بکلا میگیرم گفتم که ها من سوری رفتنی بودم من بر ضد معامله حکومی گپ زدم گفتم بکلا نمیگیرم گفتم یکی دیگر روش گفتم بکلا نمیگیرم همون جناب گفتن که ما تو 130 میزنیم گفتن گرفته 307 یک گلونی هسته در چیکارسک علیشهر نام دارد من در آور درنی چی دار درنی حوض دا سوید مو گفت که صورتو را مو گفت که نمی صورتو چیزی حزب نهضت اسلامی های حزب نهضت اسلامی تو گوگی نمیو گو 8 نفره نمیو من گفتن که بیو ما میتیم تو در زروبیش کرده اونجایی که جنگ شده استایکو همونجا میره سوریه میریم گفتن گو همین گفتن گو ما تو را آزاد میکنیم وزی عکس میکنیم آزاد میکنیم که من توپای نیستم که پشت خودم 8 دیگه بیگناه بیارم نه نمیگم گفتم اوتما قطعی زن مواردن برنی اوینه در گفتن که از زن تمه دراریم از نسیلیت میکنیم اوتا ستاتیه میزنیم 20 سال دیگه میبرود اوتا گفتن خیلی کرده چیز کردن مغلظت هم کردن نه گفتم آخر بعد که نشد زنم در آوردم بعد بکلا گرفتم گفتم که من میگم که من در حقیقت من دشمن خلق میگم گفتم نه تو گفتی ما اعضاهای حزب من گفتم من اعضای حزب نهضت اسلام یک تا موردین کبیره رو میشناسم من دیگه یگان تشن نمیشناسم من موردین کبیره که همه هم نه تلویزیون دیدم و من دیگه کی رو میشناسم که گفتم من گفتم که اعضاهای حزب نهضت اسلامی من رو یادم کردم نه تو تو میگم گفتم من با کلام میگیرم ها من سه هفته با کلام میگیرم من دشمن به خلق میبرم نه که گفتم من یکون کسی دیگر در کلام بار نکنیم گفتم التماس گفتم نه حزب نهضت اسلامی رو بیارین گفتم نه ایگیل بیارین یکون شما به کلام نمیگیرم سر اما که ایگیل زدن من 6 سال سراب دادن الحمدلله 3 سال شدم والله خالص دلیلش که ندیم اومانی را الهیم بر ریشش پاک شده برای خداوند افکار برآمدن. شما در مرافعه سودی اسهای شکنجه را در بدنتان به سود نشان دادید؟ می گفتید که مرافعه سودی شما چگونه گذشت؟
من تو سینیکم رفتگی را تو سینیکم گم شدن ایویس اگه ایویس بردن ایویس داشتن ایویس داشتن بعد وقتی که ادوکات اومد سود بردن و سودی همون چیزا رو خوند سودی رو گفتم گیره کردم گفتم که محترم سودی گفتم من گفتم من گناه ما بکلا میگیرم من گفتم که صورت جای مسجد جای صورت پرزیدنت نیست گفتم نه که گفتم من یگون خیلی سوری روان نبودم گفتم من یگون کارگر حزب نهضت اسلامی را نمیشناسم گفتم یگون آدم میشناختگی گفتم محمدین کبیری که اول هم گفتم من تلویزیون دیدگی گفتم من یگون کارگر حزب نهضت اسلامی که سلام علیکم ندارم گفتم میدونم گفتم حزب نهضت اسلامی های گفتم نه که گفتم من و یک دیدم خیلی سیریاز هم نداشتم اما چی به کلا گرفته گفتم زدن من بیایم بینیم گفتم واجکم نشون تیانه حاز بوم میبرم بوم میزننده دقت شده گوش نکرد گفت مسعودی آقازون به هست فامیلی من وقتی که سراغ دادن سودی نوعی زفرآباد سراغ داد همه دکازات است و آوردستم همه ویدیو کامرا آوردستم یگون فشکوش نمیکنن نکجا میگم من فلان چیزا من فلان جا بودم برادر گرامی گوش نمیکنن برادر گرامی فکر میکنم چند سال اخیر اکثریت آنهایی که زندانی شده اند همین گونه مثل شما در نتیجه ظلم و شکنجه گناه را به گردن گرفتند. به نظر شما چرا مقامات مردم بیگناه را شکار کرده با شکنجه گناه را به گردنشان بار میکند و پشت پنجره زندان میکند؟ شما در این مسئله یگان معلومات ندارید؟ ما را هیچ کار کردن نمیتونیم. دیدستی گفت دولت پول نیست گفت دولت ده هر یک فریم چیز بگو $18 هر روزه رسخوتش بگو دیگه دولت ها یاردم پول میگذارن تو خواهی نخواهی تو را سرانو محکم میدونم با خوبی با کلگی چنقه کلتخ میدن گفتم این گفته بودن ما علی شیرش. برادر عزیز خیلی متاسفم که چنین کلفت را از سر گذرانیدید. این بدبخت ها شاید دل هم نداشته باشد. شاید پیش از آن که چنین وظیفه ها را صاحب می شوند شاید قلبی کدام درنده خونخوار را به جسم خود پلانتاسیون کنند. اکنون به اصل مسئله برگردیم. تماشابینان گرامی از صحبت دیروزه ما با این برادر معلوم شده بود که این برادر در بین آنهایی که هنگام انتقالشان از زندان خوجند به دوشنبه چندین نفرشان فوتیدند حضور داشتند. حالا خواهش میکنم از این برادر که چگونه انتقال یافتنشان از زندان خوجند به دوشنبه را به ما قصه کنند. برادر می گفتید که سبب چی بود که اینقدر محبوسین هنگام انتقال فوتیدند؟ اصلا کدام محبوسان را انتقال دادند؟ فقط 307 رو برکر بودند 307 187 دیگر استاتیون نبود فقط 307 187 کسی که بر ضد دولت گرزیه همون را برده بعد چند کسی که در همون سروگ خوجان من برداشتن همون را سپیتسر کشتن اونجا یگون کس خلیب خورده نمونده برادر همه رادیو آزادی را ما دادن زندان همون سحر که اومدن تلفن کردن گفتن که اتب میکنیم سراز ما فهمیدیم که ما رو میکشن سوری مویا ما سراز چند بار تلفن کردیم رادیو آزادی را ما اومد اونجا همون ملیسوی خود چون اومد گفت که میکشن شما را میکشن ما چند بار رادیو آزادی را زنگ زدیم نبرداشتن نامروی ما را رادیو آزادی را زنگ زدن نمیشیده وحشی ما نمیدونستیم شما گفتید که شمایان را کشتنی بودند. خود شما چگونه زنده ماندید؟ ما ماشینی که همون ماشین ما 8 نفر بود من 4 بار بکشیدم بارزو و 4 بار من پیش همون درد همون پیش سالداتو زور گریستن 8 نفر مردن ماشینی ما فور آوردن چیکار کردن مردارا برادر اوی همین دامین رسیه که این خیلی رفتار نمیکنن اینا به ایمانن مردت این خیلی رفتار نمیکنن
солдато гира кардистан. Раҳмон Нуриддин гуфт ки фалонавча чӣ гира дорӣ ё мурдан гуда ҳечки намурда дубинка шапак мурдара дубинка шапак каран сиёчо дуруғ кардиста гуда ҳама қазадан ки мурдае ки мурда хо рафта унҷа мурда дубинка шапак дора и шайдуни кардиста гуфта мурдор ранги ҳамо кучук мемурад ё гов мемурад ку кашол карда мебаранд анамахи кашол اینجا برادر من همین جا شما را میخواهم پرسم که آوازه از نان زهرآلود شدن محبوسین از کجا برآمد؟ برادر جان خلب یگان کس ندادن مودا آبی جوش دادن آبی جوش یگان کس خلب نداشت چیزای خوراکی که داشتیم همه ما رو گرفتن وقتی ایتاب اما بیرون سیزاد ستروی کردن همه چیزی که خوراکی داشتیم همه را گرفتن اشتماتون در میکنند اونجا طالب نداریم گفتن آبی جوش آبی که اگه همه جوش های بیرون هوا 35-40 گرادوس گرمای ما آبی گرم آبی جوش دادن خلب نبود در درونی و این گپ دروغ است والله قسم کنی که اکن حقیقت پشتون باشد که من برام گم که آخه لوکا سپیڅلنا آوردن سوارکه کردن همونجا سوارکه کردن همونجا ما رو بار کردن لوکا را سپیڅلنا سوارکه کردن لوکای افتازه که سپیڅلنا سوارکه کردن سپیڅلنا برادر جان پروست و حیدون اودن حساب نکردن یا گفتن که همش میمورد که الحمدلله که همه نمورد شما با چی دلیل میگویید که همه شما را کشتنی بودند؟ آخر این میتواند برای خودی حکومت دردسر ایجاد کند؟ برادر جان همون لیسه که همونجا کار میکنه داوید اومد خودش گفت که به دهنش که ای شما را میکشن گفت زن زنید مقامات های داخل دارد زن زنید سراز زن زنید گفت گرفته برفت اگر نه هوای اپراتیو میگه دوشنبه اومده گید قطار همون بدبختی شکمکش ای سرش کنند برادر میبخشی اگر گفت خود گنده زنم الله خور زلیلش کند رحمان نوریدین یا الله وای پدنالت خودش مسلمان میگره گفت وقتی که زدن ما را افروردن ماشین یا الله مگه گفت که الله تفلان کنم گفت اعوذ بالله الله تفلان کنم گفت کنی الله گفت شما همین الله گفت دنیا رو جزیر کردین گفت این همین گفت گفت برادر جان او را الله تعالی خود ذلیل این دنیا رو آخرتش کند مرده را در بوله مرده پوچه میموند برادر عزیز من همینجا نمیفهمم آنها همگی همین خیل مثل رحمان نوریدین دلسنگی وحشی بودن یا بین آنها نفر به انسان مانند هم وجود داشت؟ یگان شرایطی بر رسانه ها خبر دادن پیدا نشد؟ لوکایی که بولو به هست لوکای همش محکم کرد سوارکه کرد یک دیرکتر میگون لقبش دیرکتر زوانش مایوره دیرکترش میگون پرستون همون شهرش جان کار میکرد من اصولینه منو بردن ستروگینه این طرف انگیز اصولینه میگون به زبان روسی اصولینه من باید زندان بردن اما دیرکتر اومده گفت حتی رحمان نوریدین با محکم نکنید هوا گرم مردم نفس کشیدن نمیتونه با فلانی و چشم گفت آب خنک آب خنک ندادن تا حتی که را بخوریم آب جوش آورده دادن رحمان نوریدین آب جوش آورده دادن آب جوش آورده داد دیرکتر گفت که آب خنک تین نه گفت من آب گرم تین گفت و یا میمرد گفت آخه ما برای چی بردستیم یا بطر آدمان که جالکا حیوان فلونی ها چو گفتم ما رو بار کرده بودیم همش پیشکی تیار کردگی بودن یا ما تلفن نداشتیم که تلفن کنیم ایلاج نداشتیم که تلفن کنیم گویم یک آدم در سراز تشکیل کردن این کار سراز هم اومدن سراز و ایتابه تیار کردن اگر نه ایتابه پیشکی میگفتن که ما ایتاب میکنیم 2-3 روز پیشکی میگفتن اولو که ایتاب میشه گفتن تشکر به شما برادر عزیز این روزا که شما دیدید دشمنتان هم نبیند و دیگر زندانیان را نیز الله از دست این ظالمان وحشی نجات دهد اکجون گپو بسیار رایو به خدا ما کار داریم گفتن نمیتونم مالش چی سوال شد اکجون سوال دادن گرین گپ گنده بسیار اکجون 3 سال ششتم تمام کارهای من تاجیکستان دیدم همه قش هیچ یادم نمیبره که اکجون یک ملیسه مو وقتی که ما رو گرفته بردن
خودش اومد گفت که رحمان نوردین گفت که میکشند شما رو میکشند لوکور سوارکه کردن گفت همون direkt خطی رحمان نوردین جنگ کرد لقبش direkt همون بیچاره رو ولید کردن بعد ما رو ایتاب کردن یک برای چی اکجان یک سوال که همین حکومت دولت تاجیکستان و بشینه ایتاب ده ای سیزو تو سود درجه ایتاب ده چیز میبود прапорщиков мешиш ин этапда фақат дута солдат бечора ду солдат дуни мошинда ки прапорщиков нашиштанд медонистанд прапорщикам ки мемуранд барои мо акаҷон аллоҳ таоло аз шумо розӣ бошад илтимос ҳамин гапҳоро расонем то болора раванд проверка кунанд тоҷикистона хонаи муомалаи илоҳим сӯзад аллоҳ аз шумо розӣ бошад ببینید تماشابینان عزیز، یک نفر زندانی آنچنان درونش پوری علم است که حتی در خداحافظی درد و علم میگوید. تماشابینان عزیز، این برادر مظلوم در اختیار رادیوی پیام تمام معلومات های ضروری را گذاشته است. حجت ها درباره کی بودن مفتش، سود، ادوکات، شکنجهگران، رسم ها از ایزی باقی مانده شکنجه در بدن این برادر در اختیار ما است. این برادر از ما خواهش کرد که به سازمان های بین المللی دفاع حقوق بشر مراجعت کنیم. حتما مراجعت خواهیم کرد. حالا می خواهم به این وحشیان دوپا مراجعت کنم. ای ظالمان 3 ساله که فرزندان این مرد بیچاره بیگناه را زنده یتیم و در فراق پدر نالان کردید، مگر آه فرزندانش نمیگیرد؟ مگر آه پدر و مادر این مظلوم که شب و روز 3 سال دراز در فراق فرزند بیگناه پشت پنجره افتاده اشان بودند شما را نمیگیرد؟ این آه شما را میگیرد. عمر ظلم کوتاه است، عاقبت ظلم ظلمات است. ای بیخردان، به خدایت، شما انسان را برابر مال می حسابید. این است که برای ماه $18 از خارجه به سر هر یک زندانی به دست آوردن می خواهید. زندان ها را به همین خاطر پر می کنید. برای $18 در ماه می خواهید ملت را رو به سرخمی و نابودی بیارید. می خواهید ملت را بدنام، تروریست و اکستریمیست معرفی کنید. با همین حالا باز می خواهید با همین اصول زمام ملت سالیان دراز در دستتان باشد. خوابتان را به آب گویید. شما نهایت مهلتی کم دارید که دست از وحشیگری کشیده پیش ملت عذرخواهی کنید، وگرنه این گونه علم دیده ها هزارانند. کاسه صبر که لبریز شد به حالتان مرغان هوا گریه می کند. تماشابینان گرامی، اینجا برنامه دیدگاه به پایان خود رسید. با امید دیدار در روز دیگر. السلام علیکم و رحمت الله. برنامه سیاسی و تحلیلی دیدگاه. در فضای سیاست صدای جدید. رادیوی پیام. علم، فرهنگ، نوید. رادیوی پیام. مشورت، بحث، گفت و شنید. در تمام دنیا روی رسانه اینترنتی رادیو پیام .net